پیمان اومد. سلام مادر. سلام داداش، چطوری؟ سلام قربونت. فضل آجی تو مگه دیروز اینجا نبودی؟ چرا بودم، چی شده؟ اینو من باید بپرسم. با محسن حرفت شده؟ نه، چرا باید حرفم بشه؟ چون از 7 روز هفته فکر کنم 5 روزشو اینجایی. تو مگه خودت خونه زندگی و شوهر نداری فدات شم؟ یعنی چی داداش؟ مگه جای تو رو تعیین کردم؟ خونه مادرم، دوست دارم زود به زود بیام. آیب دوغلان اوتان خجالت چک. آره دیگه همین میشه میگم محسن رو با یه زن فلان جا دیدن دیگه. چی؟ با کی دیدنش؟ کی گفته؟ وای خدا زندگی، چیکار کنم حالا؟ آها دیدی حالا واسه چی میگم؟ هیچکس محسن رو با کسی ندیده، ولی مطمئن باش اگه بالا سر خونه زندگی و شوهرت وانسی این اتفاق میفته. یه مرد همیشه به زنش احتیاج داره، محبت میخواد یکی وقتی از سر کار میاد بهش بگه خسته نباشه، یه لقمه غذا بذاره جلوش. تو با رفتارت داری یه کار میکنی این حسا رو تو یکی دیگه پیدا کنه. از ما گفتم بود. آرتمیس پاشو بریم. کجا پس مادر؟